سبحان الله العظیم لا حول ولا قوة الا بالله. فرزندها را که تربیه که خوب کردن میتوانین، بهترش که یعنی نزوینشون. یعنی الحمدلله بعضی انسان ها در آرزوی فرزند هستن که فرزنددار شیم، اونها را تربیه خوب و بهتر بدهیم. و بعضی سبحان الله فرزند دارن اما متاسفانه اونها را تربیه کردن نمیتوانن. یعنی بعضی هاش نزد ما میآین میگه شاید همی جین داشته باشه. یعنی دخترشان سبب اونه که در زندگی در حیات بسیار با همراه مردهای یعنی بچه های عروس گشتگی با همراه اونها هم الله اعلم بچی اعمال مشغول بدن. یعنی دختری 13-14 ساله و 18-17-19 خلاص گپ که سن سالشون بسیار هستن جالب میکنه در همین مساحه که فرزندهای ما با همراه بچه های رسول میگردن. بعضیش میگه با همراه بچه ارز زندگی میکنه. دختر 18 ساله سبحان الله میگه قریه گون کارش کن. خواهی دست ما چی میویه؟ بگیم در 18 سال که تو تربیه کردن نتوانستی، در 10-20 دقیقه کردن ما رو تربیه کردن میتوانیم. نصیحت چی میکنه سبحان الله пошарش наберем, میگه иди делай свое дело, میگه ты не имеешь права мне что-то сказать и указать, я знаю мне что делать. سبحان الله وقتی که مثال میبینی این حالت ها را گریان میشه. برادران عزیز الحمدلله مادران این یعنی مدرسه فرزندهای ما و شما هستند. حرکت کنین، کوشش کنین، تلاش کنین، تربیه خوب شون بدین. بعضی 13 ساله уже میگم یگان گپش گفتن نمیتوانن. Ягач мигу, я уже сама знаю, что мне делать. Не имеешь права мне указать, что мне делать. Я уже самостоятельная, выросла и так далее. Субханаллах. بسیاریشون و سبب اونه که آزاد هستن، چی طوری که و چی خیلی که فاراشون هم خیلی رفتار میکنن، هر چیزی که میخوام مادران و پدران کپریزشو قبول میکنن و یعنی دست به هر گناهی که بخوان میزنن. سبحان الله حال اینها را میبینی گریان میشه و تعجب آور است که یعنی دختر جوان مسلمان با بچه های عروس یعنی بقلن بگیم تو سبحان الله با مادرشون میگه که хотя бы она бы гуляла бы с каким-нибудь мусульманином, не выбрала бы ход русского. Русский он не принимает ислам. سبحان الله وقتی مادر این خیلی شانس داد برای فرزند، این خیلی رفتار کرد، این خیلی عمل ها کرد، این گپ ها را گفت، میگه значит то, что если с мусульманином можно гулять, то значит с мусульманином тоже можно. Просто нежелательно, типа нежелательно с русским гулять. В этом формате خلاص گپ گفتنی هستن. الله اعلم. با اون خاطر برادران عزیز، اپا و خواهرها هر کجایی که نباشین فرزندها را خوب تربیه کنین. زاییدن هم بتونین، تربیه کردن خوبش نزایین اونها را. یعنی الحمدلله که ما خوشبخت میشیم وقتی فرزند ما با آب و رو یعنی با شوهر می برویه یا اینکه با آب و رو زن میگیره، یعنی فخر ما هست الحمدلله. وقتی که میشنوی که فلان جوان قبیدن به چقدر دارو، سبحان الله، تا حالا اون که میفهمی که فرزند هست یا نیست، بگیم تمام عضو بدن در میگیره، عصبت خراب میشه، دولینی میزنه. و همون خاطر فرزندها را خوب تربیه کنیم که خداوند آینده فرزندها شفاعتگری ما و شما باشن. یعنی فرزندها برای ما و شما در کاری که بعد از مرگ ما و شما در حق ما دعای صالح بکنن، دعای خوب بکنن که سبب گناهان عفو گناهان ما و شما باشن. بخشش زیاد که سببی که خیلی گومه که وقتی که همون کارها، همون عملها، همون گفتگو ها میاین بسرم اصلا خراب میشه، دیگه گپ زده نمیتوانم. یعنی اون فرزندها را میبینم سبحان الله میگم یا الله توبه میکنم نزدیک که فرزندهای ما این گونه نباشن. خداوند توفیق بندگی برای هر یک ما و شما عطا کنه. در امان الله باشین. خداوند علم مفید و رزق حلال و عمل هایی که نزد پروردگار قبول میشوند، اون عمل ها را الله برای هر یک ما و شما نصیب بگردانه. در امان الله باشین. با دعا باشین. السلام علیکم.